عکاشا رضی الله تعالی عنه وقتی که گفت که یا رسول الله ادعو الله دعا کن که من از همین 70,000 شوم. یعنی ایننده چی فایده میگیریم از این روایت؟ طلب الدعاء من اهل الصلاح، یعنی اهل الصلاح دعا طلب کردن چی بدت، یعنی درست بدت، لیکن گفتیم چی بهتریش چی ترک کردن. یعنی اگر همین آدم صالح زنده باشد گفتیم وان النبی صلی الله علیه و سلم و رسول صلی الله علیه و سلم لا یملک لاحد نفعا، گفتیم که یعنی رسول صلی الله علیه و سلم یگان کس به فایده رسوندن نمیتود، ضرر رسوندن نمیتود الا به دعا. نگفت که یعنی اوکاشا نگفت که یا رسول الله اجعل لي من هؤلاء، نگفت که اجعل لي من هؤلاء، گفت که ادعو الله، یعنی از الله پرس که من آدم نکنه. یعنی آداب عقیده صحابه به میدن که صحابه رسول صلی الله علیه و سلم خودش یگان کار کردن نمیتونه، چیت فقط دعا میکند. حاضر امروزه این صوفی اکثر چی میگه، یعنی میگه که مریدهای ما میگه یعنی نترسید، میگه کدومیت که دوزخ وقتی میگه با سلام کته از دون دوزخ کشوله کرده خلاص میکنه، یعنی برای مثال کلام پشت میگرن میگه یعنی سالا چه میپاتوفت از دون دوزخ چه کشوله کرده میگرفته است. یعنی این چی کفر اعوذ بالله شیطان دجال. یعنی این چی رسول صلی الله علیه و سلم نمیتون میگه که فقط رسول صلی الله علیه و سلم چی میکنه دعا میکنه از الله میطلبه این چیزا. فقال انت منهم، یعنی از جنت میگرد که یعنی فقال انت منهم، رسول صلی الله علیه و سلم چی گفت تو از همان های. و روایت بخاری اومده گفت که اللهم اجعله منهم، یعنی این چی تصریح صریح اومد که اللهم اجعله منهم، یا الله گفت عکاشه از همین 70,000 گردان. و كذلك في حديث ابي هريره عند البخاري مثله، يعني اللهم اجعله منهم. وفي بعض الروايات امنهم انا يا رسول الله، قال نعم انت منهم. قال الحافظ ابن حجر يجمع بين الاحاديث بانه سأل الدعاء اولا فدعا له ثم استفهم هل اجيب فاخبره. نعم، یعنی معنیش چه؟ عکاشه اولا گفت که یا رسول الله دعا کن، و رسول صلی الله علیه و سلم دعا کرد که الله گفت همین عکاشه از 70,000 گردان. سونی عکاشه اومد و گفت که یا رسول الله گفت چی شد؟ گفت این یعنی رسول صلی الله علیه و سلم خبر داده شد که دعا قبول شد. سونی گفت که نعم انت منهم، دعا از همین چی بده، یعنی 70,000 بده، یعنی باذن رب العالمین. و قوله انت منهم علم من اعلام النبوه، یعنی چی به دلالت میکند؟ علم النبوه به یعنی چی به نشانه پیغمبری محمد صلی الله علیه و سلم میکند.